طبقه کارگر راهی جز انقلاب کارگری ندارد. مرداد 1403 در جوامع سرمایه‌داری معاصر از جمله در ایران بخش اعظم و تعیین کننده ثروت اجتماعی محصول کار طبقه کارگر است. یعنی محصول کار کلی کسانی است که وسایل تولیدی ندارند و نیروی کار بدنی و فکری خود را در مقابل دریافت مزد به مؤسسات سرمایه‌داری خصوصی یا دولتی می‌فروشند. اما کارگران که بزرگترین تولید کننده ثروت اجتماعی هستند، سهم ناچیزی از این ثروت که اساساً محصول کار خود آنهاست دریافت می‌کنند. آمارها نشان می‌دهند که در اکثر کشورهای سرمایه‌داری مزدهای حقیقی کارگران طی 40 یا 50 سال گذشته تنزل کرده یا تقریباً ثابت ماندند. حتی در کشورهایی که مزدهای حقیقی افزایش یافتند، این افزایش پاسخگوی نیازهای بیشمار کارگران و خانوادهشان نبوده و تناسبی با افزایش ثروت اجتماعی نداشته است. سطح مزد کارگران ایران یکی از پایین‌ترین سطوح مزد در جهان است. علاوه بر آن، قدرت خرید همین مزد ناچیز هم دائما کاهش می‌یابد. طی 45 سال گذشته قدرت خرید کارگران بیش از 30% کاهش یافته است. اما مشکل اقتصادی کارگران تنها سطح بسیار نازل مزد نیست. مسئله مسکن یکی دیگر از دشوارترین گرفتاری‌های کارگران است. هزینه اجاره مسکن با حداقل مساحت و امکانات لازم برای یک خانواده 4 نفره از میانگین مزد دریافتی ماهیانه یک کارگر بیشتر است. ضمن اینکه در ارزان‌ترین مناطق شهری علاوه بر اجاره باید صدها میلیون تومان برای رهن یک آپارتمان کوچک پرداخت کرد. به سادگی مشاهده می شود که مجموع درآمدهای ماهانه یک خانواده کارگری با 2 شاغل برای تأمین حداقل خوراک و مسکن آن خانواده کافی نیست، تا چه برسد به هزینه‌های دیگر مانند هزینه آب و برق و گاز، پوشاک، حمل و نقل، بهداشت و درمان، آموزش و فرهنگ، تفریح و مسافرت و غیره. این تازه در مورد کارگران شاغل است. وضع میلیون‌ها کارگر بیکار و کسانی که هر سال وارد بازار کار می‌شوند و اکثریت آنها از هیچ گونه بیمه بیکاری برخوردار نیستند، از وضع کارگران شاغل به مراتب بدتر است. همچنین میتوان به وضع ناگوار اکثریت عظیم بازنشستگان اشاره کرد که پس از سالیان سال کار توانفرسا از حقوق بازنشستگی شایسته یک زندگی انسانی، از تأمین اجتماعی و مسکن مناسب و خدمات لازم برای دوران سالخوردگی محرومند و سالهاست که اعتراضات، مبارزات و خواستهای به حق آنان به نتایج مطلوب مورد نظر نرسیده است. به همه اینها باید عدم اطمینان به آینده، به ویژه برای جوانان، و وجود انواع تحقیر و تبعیض‌های مختلف جنسیتی، مذهبی، ملی و قومی در محیط کار و در سطح جامعه را افزود. نرخ تورم یعنی نرخ افزایش عمومی و مستمر قیمت‌ها در ایران یکی از بالاترین نرخ‌های تورم در جهان است و همه می‌دانند که بیشترین فشار تورم بر دوش کارگران و مزدبگیران است. آنچه به طور خلاصه به آن اشاره شد،
تنها جلوه‌ای از وضعیت اقتصادی تحمل ناپذیر، ستم‌ها، تبعیض‌ها و محرومیت‌های طبقه کارگر در عرصه اقتصادی است. اما ستم‌ها، تبعیض‌ها و محرومیت‌های کارگران تنها به عرصه اقتصادی محدود نمی‌شود. یکی از بزرگترین مشکلات و موانع بهبود وضع کارگران در سراسر جهان و به ویژه در ایران اوضاع سیاسی حاکم است. واقعیت این است که کارگران با اعضای خانوادهشان در اغلب کشورهای سرمایه‌داری و از جمله در ایران اکثریت مطلق جمعیت را تشکیل می‌دهند. اما در هیچ یک از کشورهای سرمایه‌داری، حتی در دموکراتیک ترین آنها، کارگران در زمینه تصمیمات سیاسی و اداری کشور نه تنها نقشی متناسب با جمعیت و اهمیتشان ندارند، بلکه اصولاً فاقد نقش قابل توجهی هستند. نمایندگان مجلس قانونگذاری، مدیران و تصمیمگران در عرصه‌های اجرایی و قضایی در این کشورها را اساساً افرادی تعیین می‌کنند که از میان بزرگترین سرمایه‌داران و دیگر ثروتمندان برگزیده شده‌اند. به طور مثال، نیمی از اعضای کنگره ایالات متحده را کسانی تشکیل می‌دهند که ثروت خالص هر یک از آنها بیش از $1,000,000 است. این مبلغ بیش از 12 برابر ثروت متوسط فردی است که جزو 50% پایین آن جمع کل آن کشور و بیش از 30 برابر ثروت فردی است که به 20% پایین جامعه تعلق دارد. درآمد سالانه اعضای کنگره آمریکا بدون مزایا بین 5 تا 7 برابر حداقل دستمزد در آن کشور است. در بقیه کشورهای سرمایه‌داری و پیشرفته نیز وضع به همین شکل است. روشن است که چنین کسانی درد کارگران و دیگر طبقات و لایه‌های محروم کشور را نمی‌فهمند و اگر هم بفهمند، از آنجا که منافعشان با منافع کارگران و زحمتکشان همخوانی ندارد، گامی در راه بهبودی زندگی کارگران بر نمی‌دارند. در ایران علل و روندهای محرومیت و ممنوعیت کارگران از تصمیم گیری‌ها در زمینه‌های مختلف سیاست داخلی و خارجی کشور به مراتب بیشتر و بدتر از دیگر کشورهای سرمایه‌داری است. همچنین نسبت درآمد سران مختلف حکومتی به درآمد مردم عادی بیش از این نسبت در شمار زیادی از کشورهای سرمایه‌داری دیگر است. کارگران ایران نه در دوران سلطنت پهلوی و نه در 45 سال حکومت اسلامی هنوز و هرگز در تصمیم گیری های سیاسی و اداره کشور نقشی نداشتند. منافع نجومی طبقه حاکمه در ایران نه تنها از استثمار مستقیم کارگران در محیط کار و غارت دسترنج زحمتکشان از طریق بانک و مالیات و غیره ناشی می شود، بلکه علاوه بر آن از کنترل و تصاحب ثروت‌های عمومی کشور و اختلاس و چپاول منافع کشور تامین می‌گردد. منافع سرشار طبقه حاکم هم در زمینه استثمار فزاینده کارگران و زحمتکشان و هم در عرصه‌های گوناگون غارت منابع کشور با دیکتاتوری طبقاتی سرمایه‌داران و استبداد دینی حاکم پیوند جدا نشدنی دارد. حکومت اختناق و سانسور، حبس و شکنجه و اعدام، سرکوب خونین اعتراضات
زنان و جوانان و فشارهای مذهبی و ملی و انواع دروغ پراکنی‌ها و فریبکاری‌ها در به راه انداختن نمایش‌های انتخاباتی از جمله انتخابات ریاست جمهوری اخیر همگی از این رو به طور مستمر و نسبتاً به سهولت صورت می‌گیرد که توده‌های وسیع مردم به ویژه کارگران در سیاست و تصمیم‌گیری‌های سیاسی نقشی نداشته و ندارند. زیرا طبقه حکومت به کمک دستگاه پلیسی، اداری و قضایی و عوام فریبی مذهبی مانع فعالیت سیاسی مستقل کارگران است. همین موضوع در سیاست خارجی هم صادق است. سالهاست مسئله سیاست خارجی در ایران اصولاً حول دو محور می‌چرخد. محور اول سیاست عبارت است از تلاش برای حفظ بقا و ادامه سلطه این رژیم و تعیین اهرم‌هایی که باید مورد استفاده قرار گیرند تا قدرت‌های بزرگ جهانی و قدرت‌های منطقه‌ای نه تنها بقا و تداوم این رژیم را بپذیرند، بلکه برای آن به عنوان یک بازیگر منطقه‌ای و طرفی که سهمی از غنایم داشته باشد نقشی قائل شوند. کل تلاش‌های رژیم برای دستیابی به توانایی بازدارندگی هسته‌ای یا رسیدن به آستانه آن و نیز سیاست او در زمینه پشتیبانی از به اصطلاح محور مقاومت، یعنی حمایت مالی، سیاسی و نظامی از نیروهای نیابتی در منطقه برای تحقق این هدف، یعنی بقا و تداوم رژیم صورت می‌گیرد. محور دوم سیاست خارجی رژیم تعیین چگونگی ارتباطات و تعامل آن با قدرت‌های بزرگ، به ویژه بلوک بندی مهم جهانی، یعنی آمریکا و متحدانش از یک سو و چین و روسیه و غیره از سوی دیگر، به منظور تحقق همان هدف بقا و تداوم رژیم و گسترش نفوذ منطقی آن است. در طول دهه‌های اخیر قدرت‌های بلوک اول از طریق سیاست چماق به دستی با رژیم بازی کردند و ضمن اینکه سیاستشان برانداختن رژیم نیست، اما با گسترش نفوذ منطقی جمهوری اسلامی هم مخالفند. از این رو چند سال است که رژیم تصمیم به نزدیکی با بلوک دوم، بلوک چین و روسیه و غیره گرفته است و تا حد زیادی میتوان گفت که به سمت این بلوک رانده شده است. هزینه‌های عظیم اقتصادی، سیاسی و نظامی رژیم در انجام نیازمندی‌ها و ضرورت‌های دو محور و به ویژه به خطر انداختن کل حیات کشور با تقویت ماجراجویی‌های نظامی و فراهم ساختن شرایط ترور، خواه تروریسم اسلامی و خواه تروریسم اسرائیل و متحدانش و در نتیجه تشدید اختناق، فراهم ساختن شرایط جنگی و تشدید نظامیگری تنها بر اساس تصمیمات بالاترین مقامات سیاسی و نظامی کشور به تبعیت از فرمانهای خامنه‌ای صورت می‌گیرند که در رأس حکومت اشرافی روحانی نظامی و دیوان سالارانه کشور قرار دارد و عامل تأمین منافع بورژوازی بزرگ بوروکراتیک نظامی است. به رغم ادعاهای پوچ و
دروغین سردمداران رژیم اکثریت 99% مردم هیچ نقشی در اتخاذ این سیاست خارجی ندارند. همچنان که در سیاست داخلی نیز همه چیز در غیاب مردم، پشت سر مردم و بر ضد منافع مردم انجام می شود. وقتی که کارگران و زحمتکشان کشور، یعنی بیش از 90% جمعیت، هیچ نقش و نماینده‌ای در تعیین سیاست داخلی و خارجی کشور نداشته باشند، نتیجه همین وضعیتی خواهد بود که می‌بینیم و بی تردید از این هم بدتر خواهد شد و موانع و بن‌بست‌های گوناگون برای آزادی و رفاه توده‌ها و از میان برداشتن خطرات جنگ و انهدام اجتماعی بیشتر و بیشتر خواهد گردید. از این رو یگانه راهی که برای طبقه کارگر و زحمتکشان باقی مانده، یگانه راهی که میتواند به دگرگونی بنیادی این وضعیت و استقرار آزادی و رفاه توده‌ها و از میان بردن خطرات جنگ و تباهی منجر شود، تشدید و سازماندهی مبارزه طبقاتی انقلابی برای برانداختن نظام سرمایه‌داری است که گام اول این سرنگون کردن انقلاب رژیم جمهوری اسلامی به دست کارگران و زحمتکشان و استقرار قدرت انقلابی شوراهای کارگران و زحمتکشان در کشور است. اگر فریب‌های دیرینه و تباهی آفرینی کسانی را که می‌کوشند توهم اصلاحات در چارچوب رژیم جمهوری اسلامی را دوباره به مردم حقنه کنند نمی‌پذیریم. اگر حقه‌بازی و یا خوشخیالی کسی را که شعار رفراندوم می‌دهند را رد کنیم، اگر قبول داریم که تغییر اساسی و مثبت جامعه تنها با انقلاب سیاسی و اجتماعی امکان پذیر است و سکان انقلاب و تداوم آن را باید خود طبقه انقلابی در دست داشته باشد، در این صورت باید بپذیریم که طبقه کارگر چاره‌ای جز انقلاب کارگری ندارد. برای تدارک انقلاب کارگری باید دست به کار شد. این تدارک از طریق گسترش، تشدید، تمرکز و سازماندهی مبارزه طبقاتی و جلب هرچه وسیع‌تر توده‌های کارگر و زحمتکش و روشنفکران طرفدار کارگران و زحمتکشان امکان پذیر است. مبارزه طبقاتی در 3 عرصه مهم شکل می‌گیرد و تکامل می‌یابد. 1. عرصه مبارزات اقتصادی اجتماعی. 2. عرصه مبارزات سیاسی. و 3. عرصه مبارزات نظری و فرهنگی. مبارزات این 3 عرصه باید به طور هماهنگ و با هدف واحد، یعنی برانداختن نظام سیاسی و اقتصادی سرمایه‌داری و برقراری حکومت کارگران و زحمتکشان به منظور فراهم ساختن شرایط محو استثمار، یعنی استقرار روابط تولیدی سوسیالیستی صورت گیرد. مبارزه در هر عرصه با فراهم ساختن ابزارهای سازماندهی ویژه آن عرصه مبارزه همراه است. مبارزه سیاسی مستقل و مستقیم طبقه کارگر و سازماندهی آن. در شرایط کنونی علاوه بر مبارزات اقتصادی برای افزایش مزد، کاهش ساعت کار روزانه و هفتگی، بهبود شرایط کار، گسترش تأمین اجتماعی از جمله
پرداخت ثابت و منظم مالی برای تمام بیکاران و جویندگان کار، رفع انواع تبعیض‌ها در محیط کار، مبارزه برای برقراری بازرسی کارگری توسط نمایندگان انتخاب شده توسط کارگران و غیره، مبارزه سیاسی مستقل و مستقیم طبقه کارگر ضرورت خود را هر روز و هر ساعت به صورت آشکار و انکارناپذیری نشان می‌دهد. کارگران پیشرو و همه طرفداران راستین رهایی طبقه کارگر باید تمام تلاش خود را برای پیریزی مبارزات سیاسی کارگران و ارتقای سطح دانش و بینش طبقاتی کارگران آماده سازند. تنها از این طریق میتوان به صورت پیگیر و مؤثر با نظام استثمارگر سرمایه‌داری و با رژیم ارتجاعی و مرگ آفرین جمهوری اسلامی مبارزه کرد و راه را برای پیروزی کارگران و زحمتکشان و استقرار جامعه‌ای عاری از استثمار و مبتنی بر همکاری و صلح پیریزی نمود. مستحکم باد اتحاد و همبستگی کارگران. پیش به سوی گسترش تشدید و سازماندهی مبارزه طبقاتی علیه سرمایه‌داری. پیش به سوی مبارزه سیاسی مستقل کارگران برای انقلاب کارگری.